فکرش رو بکنید، یه اقتصاددان فرانسوی که تقریباً همه فراموشش کردن، الان بشه الهام بخش مخفی استراتژی اقتصادی چین کمونیست. خیلی عجیب به نظر میاد نه؟ اما این دقیقاً همون چیزیه که امروز می‌خوایم بازش کنیم. توی این تحلیل که بر اساس مقاله‌ای از امیر طاهری هست، میریم ببینیم چطور این متفکر که اتفاقاً رقیب سرسخت کارل مارکس هم بوده، داره سیاست‌های اقتصادی امروز چین رو شکل میده. خب بریم سر اصل مطلب. سالهای سال، یعنی چندین دهه، کل حرف و حدیث اقتصادی و سیاسی چین حول یک کلمه میچرخید: پرولتاریا، یعنی همون کارگر، یعنی تولید کننده. اما جدیداً شی جین پینگ رهبر چین شروع کرده از یک کس دیگه‌ای حرف بزنه: مصرف کننده. چرا یا همچین چرخشی؟ داستان چیه؟ این تغییر یه چیز خیلی عمیق و بنیادینه. یه طرف تمرکز همیشگی سیاست کمونیستی رو داریم، حرف پ برای پرولتاریا یا همون تولید کننده. طرف دیگه تمرکز جدید، حرف س برای مصرف کننده. ببینید این فقط بازی با کلمات نیست، این نشون میده که کل موتور اقتصاد چین داره از نو مهندسی میشه. خب اصلا چی شد که مجبور شدن به این تغییر؟ واقعیت اینه که چین به یه چهارراه خیلی حساس اقتصادی رسیده بود. اسمش رو میشه گذاشت معمای تولید کننده. یه جورایی گیر کرده بودن توی تله. برای اینکه مردم رو راضی نگه دارن و سطح زندگیشون بهتر بشه، خب باید حقوق‌ها رو می‌بردن بالا. اما و این اما خیلی مهمه، بزرگترین برگ برنده چین تو بازار جهانی چی بود؟ نیروی کار ارزونش. اگه حقوق‌ها بالا میرفت، عملاً اون برگ برنده رو میسوزوندن. کالاشون گرون میشد و بازارهای صادراتی رو از دست میدادن. یه دور باطل واقعی. خب از این مخمسه چطور باید بیرون اومد؟ به نظر میرسه اقتصاددانهای چینی وقتی داشتن دنبال یه راه حل میگشتن، جواب رو از یه جایی پیدا کردن که هیچ کس فکرش رو هم نمیکرد. یه متفکر فرانسوی از قرن 19 که تقریباً از یادها رفته بود. و اون شخص کسی نیست جز فردریک باستیا. حالا نکته فوق‌العاده جالب ماجرا اینجاست که باستیا فقط یه اقتصاددان معمولی نبود. اون رقیب فکری مستقیم کارل مارکس بود. یعنی فکرشو بکنید، رهبر یه دولت کمونیستی داره از دشمن شماره 1 مارکس ایده میگیره. واقعا شگفت انگیزه. داستان سفر این ایده خودش یه فیلم سینماییه. همه چیز از دهه 1840 تو فرانسه شروع میشه. جایی که باستیا با ایده های مارکسیسم میجنگه. بعدش برای بیشتر از 150 سال ایده هاش تقریباً میره تو سکوت. تا اینکه بوم! سال 2014 یه مقاله مهم ازش به چینی ترجمه میشه و میلیون ها نفر میخوننش. و حالا امروز میبینیم که رد پای تفکرش تو سیاست‌های رسمی اقتصادی چین هست. خیلی خوب. پس این ایده های قدرتمند چی بودن اصلاً؟ مسیری که باستیا برای رسیدن به رفاه پیشنهاد میکرد روی 3 پایه اصلی بنا شده. بیایید با هم مرورشون کنیم. اول، دولت باید تا جای ممکن کوچیک بشه تا انرژی جامعه آزاد بشه. دوم، و این واقعاً نکته کلیدیه، اینکه تمرکز باید روی پایین آوردن قیمت‌ها برای مصرف کننده باشه، نه فقط بالا بردن حقوق تولید کننده. باستیا میگفت این راه خیلی موثرتری برای بهتر کردن زندگی مردمه. و سوم، بهترین راه برای ارزون کردن کالاها تجارت آزاده که بازارهای خیلی بزرگی برای تولید انبوه درست میکنه. حالا جالب اینجاست که باستیا همینجوری حرف نمیزد. آمار و ارقام داشت. تحلیلش نشون میداد که بیش از 60% بهبود سطح زندگی تو اروپای قرن 19 به خاطر بالا رفتن حقوق نبوده، بلکه به خاطر پایین اومدن قیمت کالاها بوده. این یعنی یه نگاه کاملا انقلابی. قدرت خرید واقعی وقتی زیاد میشه که همه چیز ارزونتر بشه. و این دقیقاً همون ایده‌ایه که ظاهراً چشم چینی‌ها رو گرفته. باستیا یه طنز خیلی تیزی هم داشته. برای اینکه مسخره بودن سیاست حمایتگرایی رو نشون بده، یه استدلال طنزآمیز می‌کرد. میگفت اگه هدف فقط اینه که شغل ایجاد کنیم، چرا دولت پاریس رو آتیش نزنه و بعد همه رو استخدام نکنه که دوباره بسازنش؟ اینجوری می‌خواست بگه که ایجاد کار به هر قیمتی، مثلا با تعرفه‌های بی‌منطق، چقدر پوچه. و همه اینها ما رو میرسونه به عجیبترین و متناقضترین بخش داستان. یه جابجایی نقش خیلی خیلی عجیب روی صحنه جهانی. صحنه امروز رو ببینید، واقعاً تماشاییه. از این طرف رهبر کمونیست چین رو داریم که انگار از یه طرفدار تجارت آزاد مثل باستیا ایده گرفته و داره از منافع مصرف کننده و بازارهای جهانی دفاع میکنه.
از اون طرف رئیس جمهور وقت آمریکا رو داریم که طرفدار سرسخت حمایتگراییه و میگه تعرفه شیرین‌ترین کلمه است. انگار دنیا برعکس شده. البته باید یه چیزی روشن کنیم. اینطور نیست که چین 100% شده باشه پیروی باستیا. ایده های اون در مورد دولت کوچیک خب معلومه که با اون دستگاه عظیم دولتی چین جور در نمیاد. تازه باستیا هیچ وقت با یه دولت مدرن با این همه قوانین پیچیده سر و کار نداشته. نکته اینه که چین به یک کشور باستیایی تبدیل نشده، بلکه داره از ایده های کلیدی اون وام میگیره. خب حرف آخر چیه؟ نتیجه گیری بزرگ از همه اینها اینه که کل این داستان یه حقیقت خیلی قوی رو ثابت میکنه. خود ایده ها انگار توی بازار آزاد جهانی هستن. مرز و زمان و سیاست نمیشناسن و میتونن قرنها بعد در غیر منتظره ترین جاها دوباره سبز بشن. و این ما رو با یه سوال مهم تنها میذاره. توی این بازار آزاد و جهانی ایده ها که امروز داریم توش زندگی میکنیم، واقعا کی داره چی رو میخره؟ و از اون مهمتر، چرا؟ سوالیه که بد نیست بهش فکر کنیم.